اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم. الحمدلله که ما شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، یعنی از 22 باب صرفی، از درس های 22 باب صرفی ما و شما 10 درس یا 10 باب را گرفتیم و حالا باشد امروز درس 11 را خواهیم گرفت. هر کسی که این کتابچه را دارد پس صفحه 9 را بگشاید که در صفحه 9 میگوید الباب الحادی عشره، یعنی که باب 11. چطوری که بنده اینجا نوشته کردم که الباب الحادی عشره یعنی باب 11. باب 11 از 22 باب صرفی، لیکن از این باب 11 از باب‌های ثلاثی مزید است. پنجم بابی ثلاثی مزید می باشد. ما شما 4 تاش رو گرفتیم، این چندمش است؟ پنجمش، یعنی پنجم بابی ثلاثی مزید یا 11 بابی از 22 باب صرفی. پس ما و شما تا به امروز 6 باب ثلاثی مجرد رو گرفتیم. یکم باب نصر ینصرو، دوم باب ضرب یضربو، سوم باب فتح یفتحو، چهارم باب علم یعلمو، پنجم باب حسن یحسنو، ششم باب حسب یحسبو. 6 باب ثلاثی مجرد رو گرفتیم. بعد از این ما باب ثلاثی مزید ها را شروع کردیم. باب هفتم یکم باب ثلاثی مزید اکرم یکرم اکراما، باب افعالش میگن. و دوم باب ثلاثی مزید هشتم باب از 22 باب صرفی باب تفعیل هست، یعنی باب فرح یفرح تفریحا. و سوم باب ثلاثی مزید نهم باب از 22 باب صرفی باب مفاعله هست، یعنی باب قاتل یقاتل مقاتلتا قتالا قتالا. پس این نهم باب است، سوم باب ثلاثی مزید. و چهارم باب ثلاثی مزید این باب انفعالش میگن، یعنی باب انکسر ینکسر انکسارا. این چهارم باب ثلاثی مزید است. اما باب پنجم باب ثلاثی مزید، پنجم باب ثلاثی مزید، این را باب افتعالش میگن. افتعل یفتعل افتعالا. اکنون میبینیم صاحب کتاب چی میگه؟ میگه که الباب حادی عشره یعنی باب 11. وزن باب 11 افتعل یفتعل افتعالا هست. دقت بتید، حرفای زیادی را دیگر شما ببرارید. ما و شما ترازو را در بیدان خوانده بودیم، دیگر میفهمیم، وقتی دیده میدونیم حرفای زیادی کدام است. در اینجا حرفای زیادی را جدا کردن مشکل است، لیکن در اینجا یگان مشکل نیست، زیرا اینکه ف عین لام اصلی باب است. وقتی ف و عین و لام اصلی باب باشد حرفای زیادی کدام است میدونید. از این حساب شما حرفای زیادی را خودتون دقت بتید. افتعل یفتعل افتعالا این چی است؟ ترازو است. اما هم وزن همین افتعل اجتمع یجتمع اجتماعا هست. موزونش اجتمع یجتمع اجتماعا هست. دقت بتید. صاحب کتاب میگه و علامته، نشانه بابی 11 ان یکون ماضیه علی 5 احرف. میگه ماضیش 5 تا حرف دارد. بگیرید حساب کنید. 1 2 3 4 5 تا. ببینید 1 2 3 4 5 تا. 5 تا حرف دارد. فعل ماضی 5 تا حرف دارد. پس فعل ماضی 5 تا حرف دارد. 3 تا حرفش حرفای اصلی است. 2 تا دیگه‌اش حرفای چی؟ حرفای زایده است. ما گفتیم که 5 باب ثلاثی مزید 2 حرف زیادتی دارد. اون درس گذشته الف و نون بود. این فعل الف و نون. اکنون در اینجا الف قطعی ت حرف زیادتی است. این الف با این ت حرف زیادتی است. در اینجا الف قطعی ت، ج و میم و عین این حرفای اصلی می باشد. پس ببینید مثلا اصل کلمه این چی است؟ جمع. ببینید جمع. اجتماع را اصلش جمع، جمعی را جمع کرد. جمع یجمعو. جمع معنیش چی است؟ جمع کرد. جمع یجمع بابی چند است؟ بابی 3.
باب سوم شرط دو. شرطش چی است؟ عینی باب یا لامی باب حرف حلق باشد. آیا اینجا حرف حلق است؟ بله، حرف عین، حرف حلق است. پس جمع یجمع باب چی است؟ باب سوم. جمع یجمع باب سوم است. باب سوم رو ما باب چند آوردیم؟ 11. اولش ده الف موندیم، بعد جیم یا ت دیگر موندیم. چی؟ اجتمع. اجتمع اصلش چی بود؟ جمع. این را دقت بدید. اکنون به خاطر چی جا آوردیم؟ حالا صاحب کتاب بیانش میکنند. فقط دقت بدید که ما چیکار کردیم. خب اکنون میگه و علامته ان یکون ماضیه علی 5 احرف. نشانش همین است که فعل ماضیش 5 تا حرف دارد. چطوری که ما حساب کردیم 5 تا حرف دارد. بزیادت الحمزه فی اوله. اکنون حرفای زیادتی کدومی؟ حمزه. اینه که در اولش میبینید. این حرفی چیه؟ حرف زیادتی است. و تای بین الفای و العین. و بین حرف ف و حرف عین یک ت میگه زیادتی است. این هم حرف زیادتی است. پس دو تا حرفی اولش ده و سوم حرفش حرف زیادتی است. ببینید اولش حرف زیادتی و سومش حرف زیادتی. وقتی دو حرف زیادتی را گرفتیم پرتیم چی میشود؟ جمع. چی میشید است؟ جمع. حرف زیادتی را بگی پرتو جمع. وقتی شما میخواهید در لغت یک کلمه را مثلا اجتماع را جستجو بکنید که معنیش چی است، باید شما اصل جستجو بکنید. اصل که دانستید این را میدونید. اگر این را نیافتید این را پیدا کردن نمیتونید در لغت. برای گفتن لغت هم انسانی که گراماتیک را بداند هر لغتی که باشد کلمه را بتشه زود به ای کتابای لغت پیدا کرده یافته دادت میتونه. برای چی؟ به خاطر اینکه میدونه اصلش چی است. اصلش جیم و میم عین است. اجتماع اصلش جیم و میم عین است. پس دیگر میتوند که زود برای شما اصل کلمه را پیدا کند. خب میگوید که بزیادت الحمزه فی اوله و التاء بین الفاء و العین. اکنون دو حرفش حرف چی بوده است؟ حرف زیادتی. حرف زیادتی را بیان بکنید. ببینید این حرف چی است؟ حرف زیادتی. و این ت هم حرف زیادتی. در اینجا این الف حرف زیادتی است و این تا حرف چی است؟ زیادتی. پس اینها حرف زیادتی است. حرف زایده همینا که همین دو حرف زیادتی که هست برای خاطر میگیم ثلاثی مزید. این ثلاثی است. ببین 1 2 3 حرف است. ثلاثی است. وقتی دو حرف از زیادتی کردیم چی؟ ثلاثی مزید. نامش چی میشه؟ ثلاثی مزید. و مزید به دو حرف. مزید به دو حرف. و بناء للمطاوعه غالبا. اکنون همون درس گذشته بناش برای مطاوعه می باشد غالبا، یعنی بسیار وقت. اکنون به دیگر معنا هم می آید. ما حالا هر یک باب را درس گذشته یک معناش گفتیم. هر یک باب 5 10 15 20 معنا دارد. با 20 معنا می آید. اما در این کتاب‌های خرد که هسته یک معنا دو معنا را ذکر میکنیم و خلاص. اما کتاب‌های بعدی را که خوندین، کتاب‌های کلان را که خوندید، پس در اونجا ذکر میکند هر یک باب 5 معنا 10 معنا دارد یا 20 معنا دارد. ببینید خب اکنون این برای چی بوده است؟ بناش ساختش برای چی بوده است؟ برای مطاوعه. مطاوعه دیگه ما و شما میدونیم قبول و اثری شیء. قبول کردن اثری چیز. چطوره که درس گذشته گفتیم کسرت زجاجه فانکسر الزجاجو. شکستم شیشه را شیشه شکست. این هم به مثل همون است. این هم به مثل همون است. مانند چی؟ مانند دقت بدید. مانند جمعت الابل. مثال ببینید. جمعت الابل. جمعت چی؟ الابل. فاجتمعت الابل. دقت بدید. فاجتمعت الابل. دیدید؟ یعنی چی؟ یعنی من جمع کردم شترها را. اکنون این را ما مطاوعه میکنیم. ببینید جمع یجمعو باب چند بود؟ باب 3. جمعت الابل جمعتو باب 3 از این. از باب 3 ما باب 11 میاره میگه شود که اجتمعت الابل، یعنی جمع شدن شترها. ترجمه را دقت بدید.
جمع کردم من شترها را، پس جمع شد شترها. یعنی جمع کردن بالای شترها واقع شد. من جمع کردم لیکن شترها جمع شدن. پس ما گفتیم قبول اثر شی، این قبول میکند اثر، این فعل قبول میکند، مفعول بهی دارد. ببینید مفعول بهی دارد. پس ما میگیم اجتماعت الابل. اگر رفتیم که شترها چون جمع شدگی است، مثلا من شترها رو هم را در جا جمع کردم، من میگم اجتماعت الابل، یعنی که اجتماعت الابل، من شترها رو جمع کردم. اما رفتم که شترها هم در جا است، باید چی بگم به عربی؟ میگم اجتماعت الابل. شترها چون جمع شدگی هستند. چطوری که درس گذشته گفتیم برای مطاوعه هست. مطاوعه فعل لازم است. ببین فعل و این ابل فاعل خلاص مفعول بهی ندارد. اما اینجا در این فعل متعدی بود، مفعول بهی دارد. اما وقتی باب 11 اش که میاره فعل لازم میشود. فعل مطاوعه اش که میگن مطاوعه فقط فعل لازم است. این یکی از معناها. بیاید اکنون یک کلمه دیگر را میگیریم. مثلا عدل یعدل. ببین مثلا عدل توهو، عدل توهو. ببینید عدل توهو یعنی که من اون را راست کردم. عدل توهو من وی را راست کردم. اما خودش اگر راست شود چی میگم؟ میگم که بابی چی میاریم؟ باب 11. باب 11. ببین عین این اصلی کلمه این سه حرف است. عدل، عین و دال و لام. اکنون در اولش الف هم میمونه. ببین الف همزه را، بعدش حرفی دال عین خچه می نویسیم، بعد چه حرفی چیه؟ حرفی ت. ت را می نویسیم و دال و لام. ببین چی می شود؟ اعتدل. اعتدل یعنی راست شد. عدلتهو من وی را راست کردم. اعتدل خودش راست شد. ترجمه را دیدید؟ برای چی بود است؟ برای مطاوعه. یا مثلا یک مثال دیگر میگویم که قربتهو، قربتهو، قربتهو معنیش نزدیکش کردم. قربتهو نزدیکش کردم. این فعل چی است؟ متعدی. این مفعول بهیش است. متعدی بود لازمش کردیم و این مفعول بهی است. نزدیک کردم وی رو. اکنون این را ما باب 11 بیاریم، چی بگیم؟ قربتهو. اینجا در اصل باب چی است؟ قاف ر ب. اینجا دو تا ر که هستین از باب چند میشه؟ قرب. قرب قرب قرب. باب چند است؟ فرح فرح فرح. باب 8. پس این باب 8 رو ما باب 11 میاریم. ببینید باب 8 رو باب چی میاریم؟ باب 11 میاریم. پس چی میشود؟ میشود که ببین در اولش الف رو می نویسیم و حرف قاف، بعد قاف حرف ت و باقی مونده کلمه را می نویسیم. چی می شود؟ اقترب. اقترب نزدیک شد. قربتهو من نزدیکش کردم. اقترب خودش نزدیک شد. دیدید؟ این را میگن چی؟ فعل های مطاوعه، افعالی که برای باب مطاوعه، یعنی باب 11 برای چی بوده است؟ للمطاوعه بوده است، برای مطاوعه. اکنون جمعت الابل فاجتمعت الابل. فاجتمعت الابل. جمع کردم شترها را، پس جمع شد شترها. شترها چون جمع شد. پس این مثال هاش بود و این درسی 11 ما و شما و باب 11. اکنون اعرابش بیان میکنند، میگه که جمع فعل ماضی مبنی على السکون لاتصاله بتاء الفاعل، بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الابل مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. اجتمعت، اجتمع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. تا این ترى علامت تعنیسش میگن. تا علامت تعنیس و ضمیر و تا علامت چی است؟ علامت تعنیس است. الابل، ابل مفعول به، الابل فعل لازم است. الابل فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. پس این تحلیل همین کلمه است و اعراب همین کلمه است. خب اکنون درسی 11 ما شما باب 11 یا باب 5 از باب‌های ثلاثی مزید به آخر رسید. اکنون بیایید ما شما یک جا
اشتقاق‌های 12 گانه را میبراریم. میبینیم که از این اشتقاق‌های 12 گانه چند تاش میآید. ببینید فعل ماضیش چیه؟ اجتمع. 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 اجتماع را معنیش چیه؟ اجتماع یعنی که جمع شد. پس 14 صیغه داره، 14 صیغه را میگوید. اجتماع، اجتماع، اجتماعوا، اجتمعت، اجتمعتو، اجتمعنا، اجتمعت، اجتمعتم، اجتمعتم، اجتمعت، اجتمعتم، اجتمعتن، اجتمعتو، اجتمعنا. 14 صیغه‌اش رو بگوید و همچنین مجهولش میکنه، لیکن مجهولش با حرف جر است. این را از باب تعلیم شما بکنید که اجتمع، 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 اجتمعوا. این 14 صیغه‌اش رو بگوید. بعد از این فعل مضارع است. فعل مضارع چی است؟ یجتمع. یجتمع. یجتمع یعنی که چیکار میکنه؟ جمع میشود. یجتمع جمع میشود. پس 14 صیغه دارد. یجتمع، یجتمعان، یجتمعون، تجتمع، تجتمعان، یجتمعن، تجتمع، تجتمعان، تجتمعون، تجتمعین، تجتمعن، تجتمعن، اجتمع، نجتمع. 14 صیغه معلومش. با مجهولش کنید. یجتمع مجهولش، یجتمع، یجتمعون، یجتمعون. چطوری که در بدون خوندگی بودیم همون قاعده را استفاده برید در مجهول کردن فعل مضارع. بعد از این اسم فاعل است. اسم فاعل چی است؟ مجتمع. مجتمع. ببینید مجتمع. مجتمع یعنی که جمع کننده. مجتمع جمع کننده. پس اسم مفعول این 6 صیغه دارد. اسم فاعل مجتمع، مجتمعان، مجتمعون، مجتمعات، مجتمعاتون، مجتمعات. این 6 صیغه را ذکرش بیان بکنید. بعد اسم مفعولش است. اسم مفعولش این هم فعل لازم که است. اسم مفعول نمی آید مگر به شرط میاد که بهی بیاید. پس ما شما از باب تعلیم می نویسیمش. مجتمع. ببینید مجتمع. مجتمع. مجتمع اسم چی است؟ مفعول هست، لیکن مجتمع بهی باید باشد یا مجتمع علیه باید باشد، زیرا اینکه از این راستکی اسم مفعول نمیاد. در کتاب‌های بعدی ان شاء الله خواهیم خواند. خب فعل جهد چی؟ فعل جهد لم یجتمع. لم یجتمع. لم یجتمع یعنی جمع نشد. لم یجتمع جمع نشد. پس این 14 صیغه دارد. 14 صیغه‌اش رو بگویید. بعد از این فعل نفی است که لا یجتمع. لا یجتمع. لا یجتمع یعنی جمع نمی شود. این همچنین 14 صیغه دارد معلوم و 14 صیغه مجهول. جهد هم 14 صیغه معلوم، 14 صیغه مجهول ذکرش کنید از باب تعلیم. بعد فعل امرش میشه اجتمع. فعل امرش چی میشه است؟ اجتمع. این را قاعده‌اش در بدون خوندگی هستیم و شما در اینجا استفاده برای کی در چطور اجتماع شد. اجتماع از تجتمع گرفتگی هستند. آخرش ساکن کردید تجتمع. تر پرت گفتیم حرف جیم ساکن که هست، الفی همزه وصل آوردیم کسرش مونده میشه اجتماع. اجتماع یعنی جمع شو. بعد از این فعل نهی است. فعل نهی 8 صیغه دارد. لا تجتمع. لا تجتمع. لا تجتمع یعنی جمع نشو. لا تجتمع جمع نشو. پس معلومش 8 صیغه دارد. لا تجتمع، لا تجتمعا، لا تجتمعوا، لا تجتمعی، لا تجتمعا، لا تجتمعن، لا اجتمع، لا نجتمع. 8 صیغه دارد. اما مجهولش 14 صیغه دارد. شما خودتون مجهولش رو بنویسید. پس اسم زمان و مکان از این به مثل اسم چی است؟ اسم مفعول یعنی مجتمع. مجتمع. این همچنین نام یک تا دیگر یا نام دیگری خاص میگن. چی میگویند؟ اسم مشترک. مجتمع. این اسم مشترک است. برای چی؟ به خاطر که اسم مفعول هم به همین وزن است، اسم زمان هم به همین وزن است، اسم مکان هم به همین وزن است. همچنین مصدر میمی هم به همین وزن که است. برای خاطر چی میگنش؟ این را میگویند اسم مشترک. بعد از اسم حالت از این باب نمی آید و اسم تفضیل همچنین نمی آید. پس این رو همین طور شما خودتون در دفتراتون یادداشت کنید و بنویسید. پس از این میتونه شما اقتربه را به مثل همین بگیرید. اقتربه 14 صیغه‌اش رو بگویید.
و فعل مضارع یقترب یقتربون یقتربون 14 صیغه‌اش رو بگویید. مقتربون مقتربون اسم فاعل اسم مفعول، لا لم یقترب لا یقتربو. خلاصه اون اشتقاقات رو از شما اقتربه را بکنید، در دفتراتون نوشته. و اعتدل هم همچنین به مثل اعتدل فعل ماضی 14 صیغه‌اش رو بگویید. اعتدل 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 اعتدلت اعتدلت اعتدلنا 14 صیغه‌اش رو بگویید و بعدش یعتدل یعتدل یعتدلون 14 صیغه فعل مضارعش رو همچنین. معتدلون معتدلون اسم فاعل اسم مفعول و جهد و نفی و امر نهی اسم زمان اسم مکان اسم زمان اسم مکان تا اینجا که میآید اینها را شما خودتون از این فعل ها ببرید و خاطری در ذهنتون ششتن بسیار تکرار کنید تا اینکه زبانتون عادت کند برای این تصریف ها را، این فعل ها را، این صیغه ها را، این شکل ها را گفتن زبانتون عادت بکند. پس حالا ما و شما در درس 11 باب 11 و 5 باب ثلاثی مزید قرار داریم و ناگفته نماند که الفی که در اول این هست این را همزه وصلش میگن. در درس گذشته باب 10 ده، باب 4 از باب ثلاثی مزید ده، این کسر ینکسر، اون الفی که در اولش هست و این الفی که در اولش هست اینها را میگن الف های همزه وصل. یعنی در اول جمله میخونیمش، دیدین در اینجا نمیخونیمش، نمیگیم فاجتمعت، میگیم فجتمعت. این الف خونده نمیشود. برای چی خونده نمیشود؟ به خاطر آنه که این الف همزه چیه؟ همزه وصل. این ساکن کی است؟ ساکن با ساکن زبان عربی را شروع کرده نمیشود. برای همون این الف آوردن، این الف را آوردن تا اینکه در اول جمله باشه گفتهش بتونیم. لیکن در بین جمله باشد می نویسیم لیکن نمیگوییم، میگیم فجتمع، یعنی نوشته میشه تلفظ کرده نمیشه. چطور در درس گذشته همین حالت بود. یعنی میگفتیم که این کسر تو زجاجه فن کسره، نمیگیم که فاین کسره، میگیم فن کسره. الفش نخوندیم. او همزه نامش همزه چیه؟ همزه وصل که در چندین باب ها میآید. هر بابی که اومد حتما برای شما ما اون رو بیان خواهیم کرد که همزهش همزه وصل است گفته که در اول جمله نمیخوریم. فقط در باب 7 الفی که در همزه که در اولش هست او همزه قطعی هست، او در همه جا خونده می شود. باب 7 چی بود؟ اکرم یکرم و اکراما. اونم اکرم ای که هست او رنگ این برای به مثل این برای همزه وصل نیست، او را همزه قطعش میگن، در همه جا خونده می شود. اکرم فاکرم و اکرم ببین خونده می شود. لیکن در اینجا اجتماع اگر فرابونه میگیم فجتماع وجتماع و اجتماع یا فاجتماع نمیگیم، زیرا که الف الف چیه؟ همزه وصل است. همزه وصل در بین جمله خوانده نمی شود. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس 11 از 22 باب صرفی یا باب 11 از 22 باب صرفی و در اینجا درس امروزه رو به پایان میرسونم و تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.